این مرد میخواست در برابر شیری که در قفس محکم شده است خودش را شجاع نشان دهد و وقتی که او را در کامera ثبت میکرد چندین مرتبه او را آزار داد. از این کارهای مرد عائله‌اش که در نزدش بودند حلاوت می‌بردند. اما شیر به سر و روی مرد چنان بارانی پیشاب را فرستاد که مرد در حال فهمید که شیر حقیقی کی هست. حادثه به این مانند برای دریک کرین روی داد که او مدیر مرکز تحقیقات و آموزش حیوانات در تگزاس است. او در نزد شیر ایستاده پخش تلویزیونی را ثبت میکرد که یک بار شیر به سر و رویش پیشاب فرستاده نقش اساسی این ثبت را به خودش گرفت. پسری دانشجو در سایت اومیگل با ویدیو چت مشغول است و وقتی دختری را می‌بیند می‌خواهد با او گپ داده دلش را یابد. برابر دیدن دختر میگوید اوه you looks beautiful، اما بیچاره نمیدانست که با این گپ آبروی خودش را ریزانده است، زیرا او اساساً با دختر نه بلکه با پسر ویدیو چت میکرد که ویدیوی دختر را در تلفنش نشان داده رؤیاهای او را با خاک یکسان کرد. Hey, you looks beautiful. looks beautiful کایه تو بازریگه. این پسرک سعی دارد که بلاگر شود، اما پیش از ثبت کردن ویدیوش دادرش به نظرش آمده برایش ابشو میزند و همه کوشش‌هایش را برباد می‌دهد. یک خبرنگار در کاستاریکا در وقت ثبت کردن ویدیوش تلفنش را به جایی می‌پرتاید که بیچاره دیگر هیچگاه آن را گرفته نمی‌تواند. ماه سپتامبر سال 2018 در اوهایوی امریکا مرد با نام رای دنگلو بعد از تماشا کردن ویدیوهای آموزشی درباره بریدن درختان تصمیم میگیرد که همراه خانواده‌اش درختی روی حولیه‌شان را برد. او ریسمانی را به درختش بسته آن را به یک تراکتور میبندد و میخواهد که بعد شکستن درخت به آن طرف حولیه‌اش افتد. یک قسمت درخت را خیلی خوب برید و خانواده‌اش او را برای این کارش خیلی تشویق میکنند. بعد از این هرچند که درخت را با ریسمان و تراکتور به آن طرف کشیدند درخت از جایش نجنبید. بعد او مجبور شد دوباره با اره برقی از پشت درخت را برد، اما از بخت بدش درخت پوسیده بود. درخت از بین شکسته یک قسمش به یک طرف افتاد و طرف دیگرش همه ویدیوی آموزشی آنها تراکتور، ریسمان و عائله اشان را مسخره کرده بر روی خانه اشان چاپ شد.